و طاغوت مطاع کدام طاغوت میگن؟ طاغوت مطاع طاغوتی هست که قانون میسازه ضد شریعت الهی. لطفا دوستان همین اصطلاحات رو یاد بگیرین. اگه این سه اصطلاح رو شما یاد بگیرین واقعا عقیدتان 100% سچه و پاک و توحیدی میشه. که بشناسی که طاغوت معبود کی هست، طاغوت مطبوع کی است و طاغوت مطاع کی است. طاغوت مطبوع اشخاصی که به عبادت کردن خودشان یا دعوت میکنن یا خوشحال میشن که کسی در مقابلشان یک عبادت بکنن و یا هم صفات الله را ادعا میکنن، الوهیت ادعا میکنن، علم غیب. این طاغوت مطبوع است. طاغوت چی هست؟ معبود. طاغوت مطبوع طاغوتی هست که عالم هست، پیر هست، احبار هست، رهبان هست که این ضد شریعت الله این فتوا میده. الله میگه شراب حرام است، این عالم درباری میگه حلال است. الله میگه که حکم به ما انزل الله بکنین، این طاغوت درباری میگه که نه، حکم به ما انزل الله مشکل نداره. الله میگه به طاغوت کافر شوین، این طاغوت مطبوع چی میگه؟ نه، شما برین بر از اینا رای بتین، در پارلمان داخل شوین، بر از اینا رای گیری بکنین، در انتخابات داخل شوین. این طاغوت مطبوع هست. و قسم سوم طاغوت مطاع هست. طاغوت مطاع کدام یکی است؟ که قانون میسازه ضد شریعت الله، ضد قرآن و ضد سنت و مردم میگه که بیاین از این قانون اطاعت بکنین. مثلا در شریعت الله ما چه قسم بشناسیم که کی طاغوت مطاع هست؟ مثالش مثلا شما سعی کنین در الله میگه که شراب حرام است، در قانون یک مملکتی که شراب اجازه داده، اون کلان از این مملکت و پارلمان از این مملکت و بزرگ وزیرای از این مملکت، قاضیای از این مملکت که امی قانون امضا کردن، اینا در طاغوت مطاع داخل میشه. زنا حرام است، در مملکتی که زنا اجازه هست که مردم زنا بکنن و کی اجازه داده، کی از زناکار دفاع میکنه، کی برای زناکار سند میده، کی برای زناکار مثلا پلیس میده که از اون دفاع بکنه، بناهن کسی که این قانون امضا کرده که ضد شریعت الله هست، این طاغوت مطاع گفته میشه. هر کسی که قانون ضد شریعت الله ساخت، پارلمان باشه میتونه طاغوت مطاع گفته شود، اعضای قانون اساسی باشه میتونه، اعضای لوی جرگه باشه میتونه ضد شریعت الله حکم میکنه. مثلا لوی جرگه را میخواد، لوی جرگه میگه که ما برای امریکایی ها در افغانستان پایگاه میتیم، ما برای خارجی ها در اینجا جای میتیم، ما امرشان. پس اعضای لوی جرگه کلشان در طاغوت مطاع داخل میشن. مثلا شورای قانون اساسی قانون میسازن، وقتی که قانون اساسی رو میخواین که ضد شریعت الله هست. استر محکمه یا مثلا وزارت عدلیه قانون میسازن ضد شریعت الله، وقتی قانون رو سایل میکنید ضد شریعت الله است. اینا کلشان رئیس جمهوری که ایره توشیح میکنه، امضا میکنه، پارلمانی که ایره تایید میکنه، لوی جرگه که ایره تایید میکنه، یا مثلا قانون ضد شریعت الله را هر کسی که قانون ساخته نقش داره، این به نام طاغوت مطاع گفته میشه. چی رئیس جمهور باشه، چی پادشاه باشه، چی سردار گفته شود، چی رئیس قوم گفته شود، چی است. رئیس قومی که مثلا میخوادن یک ورق نوشته میکنن که والا ما و شما بعد از اینی کارا رو میکنیم، وقتی که بخوانی در قوانینش این قوانین چی کرده، در قوانینش ماده هایش است. مثلا در اسلام مثلا تویانه نیست. این میخیزن که والا ما چند نفر گفتیم همین تویانه در منطقه ما 10 لک است، امیر ما 2 لک ساختیم. خب تو خو به این معنی است که یعنی مثلا یک بوتل شراب نخو میتونی نیم گلاس شراب بخوری. خب یک بوتل شراب هم حرام است وقتی که حرام شد. اگر نه که حلال است، تو چی حق داری؟ در مهر خب مثلا یک پسر است میخیزه میگه من به می خانم خود 1 کیلو طلا 2 کیلو طلا برش میخرم، کی ممانعت داره؟ او خب مهر حق است میتونه. تو خود نمیدونی بازی مهر اجله بگی که نه 2 کیلو دادن نمیتونی، تو باید مثلا او میگه من دارم من خانم میتونم. وقتی که مهر است. اما وقتی که تویانه هست که میفهمی که دروغ است، این به شریعت نیست، با مهر فرق میکنه. حالا این 1 روپیش هم مهر حرام است و 1 لکش هم. تخم دوز هم دوز است، شتر دوز هم دوز است.
او زورش به تخم رسید، تخم دوزی کرد. این زورش به شتر رسید، شتر دوزی کرد. باید این اصطلاحات ما و شما بفهمیم. پس این اصطلاحات ما حتی مثلا در پوانتون ها و در اینجا وقتی که درس دادن شروع کردیم دیدیم که طاغوت ها خیستن و ما را گفتن باید شما نابود شوین و بردن به زندان ها. چرا طاغوت را نمیمونه که تو در پوانتون و در مراکز طاغوتی این چیزا را بیان بکنی. و از همین خاطر من با انگلیس گفتم شما این الله شما را مسخر ساخته. گفت چه قسم را مسخر ساخته؟ در زندان که ما بحث میکرد. گفتم الله متعال شما را مسخر ساختن که موبایل ساختین، یوتیوب ساختین، وای فای ساختین، این چیزا رو شما ساختین، اینترنت ساختین. این حال صدای ما را سابق اگر کسی 10 نفر 20 نفر یا 50 نفر شاگرد میشید، حال از لطف شما از این وسیله شما استفاده کردم ما با کل دنیا به یک لحظه چی میکنیم؟ گپ خودم میگیم. این حال یک کس میره قرار در یک جای گوشه در یک جای شیشه و چیزی که حکم الله هست بیان میکنه. ولی مکلفیت ما شما چی هست؟ که اصطلاحات بفهمیم. بعضی اوقات بعضی کسا هستن به خاطر فریبکاری مردم با چی میگن؟ ولی این گپا را خود تنها استاد میگن. اما ما براتون میگیم که استاد آدم جاهل هست که این اصطلاحات و این زبان عربی را با این شکل فصاحت و بلاغت نمیتونه که جور بکنه این قسمی متن. این امام ابن قیم رحمه الله گفته. او گفته که ان من تحاکم او حاکم الى غیر ما جاء به الرسول فقط حکم الطاغوت و تحاکم الیه. باز ابن قیم جوزی به ادامهش میگه و طاغوت کل ما تجاوز به العبد حده، هر بنده که از حد خود تجاوز میکنه، من معبود ادعای الوهیت و عبادت میکنه که مرا به این عبادت بکن، او مطبوع یا فتوای میته ضد شریعت الله، او مطاع یا قانون میته ضد شریعت الله. هنوزم علامه ابن قیم چی میگه؟ فهذه تواغیت العالم. میگه در جهان امی 3 قسم طاغوت است. اذا تأملتها و تأملت احوال الناس معها، میگه اگه درباره ازی فکر بکنی و حالت مردم هم در باره فکر بکنی، رأیت اکثرهم. در زمان ابن قیم جوزیه. ابن قیم جوزیه چه وقت زنده بود؟ در وقتی که ابن تیمیه زنده بود رحمه الله. ابن تیمیه چه وقت زنده بود؟ وقتی که ابن کثیر زنده بود. ابن کثیر و ابن تیمیه و ابن قیم که زنده بودن این چه وقت است؟ همین وقتی است که خلافت اسلامی را هولاکو خان نواسی چنگیز خان را چی کرد؟ این خلافت اسلامی را در بغداد شکست داد، وضو کرد، سقف اسلام وضو کرد، عوضش سقف چی را آورد؟ کفر را آورد. یک قانون به نام الیاسق بود یا الیساق بود، در تفسیر ابن کثیر ذکر است. این قانون را آورد تطبیق کرد. علامه ابن قیم جوزی این تعریف برای مردم تشریح کرد. گفت اینمی تواغیت جهان است. اذا تأملتها، اگر درباره این تواغیت در عصر سابقه نبود. مثلا در زمان امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام احمد ابن حنبل این قسمی طاغوتایی که قانون کلش تغییر داده باشن اینا نبود، چون وقت خلافت اسلامی بود. بله مثلا بعضی گناههای کبیره و صغیره و مشکلاتی گپا بود، اما این که بیخی نظام الله را وسو کنن میوازش قانون دیگه برن یا نبود. کلی راحت بود. مثلا علما مسائل فقهی بیار تشریح میکردن، چون خلیفه مسلمان ها در محکمات چیزی که مطابق شریعت جریان داره. بله گناه ها نمیگیم که از پیششان گناه های شخصی میشد، لکن با گناه شخصی کس خود تکفیر نمیشه، کافر نمیشه. او خود گناه شخصی کرد. مثلا یک نفر زنا کرد، آیا ما زناکار کافر گفته میتونیم؟ یا دزد کافر گفته میتونیم؟ یا دو مسلمان با هم مسلمان ها جنگ کردن یکی دیگه خود مثلا قاتل کافر گفته میتونیم؟ این اهل سنت این نیستم. اما در زمان ابن قیم جوزی، در زمان ابن تیمیه، در زمان ابن کثیر این مشکلات آمد. از این خاطری علما سر از این مسائل بیان خیستن و مردم فهماندن و برشان گفتن که فهذه تواغیت العالم، اینا طاغوتای عالم هستن. اذا تأملتها، اگر درباره از اینا شما خوب دقت بکنین و تأملت احوال الناس و شما احوال مردم حالاتشون ببینین ما همراهش، رأیت اکثرهم، میبینین اکثریت مردم، خوب دقیق شوین، رأیت اکثرهم، میبینین اکثریت مردم عدلوا من عبادت الله الى عبادت الطاغوت. میگه اکثریت مردم به عوض عبادت الله عبادت طاغوت میکنن. و عن التحاکم الى الله و الى الرسول، و به عوض محکمه طلبی، میگه که در محکمه شرعی برن که در اونجا مطابق حکم الله و رسولش فسن،
میرن این ترک کردن الی التحاکم الی الطاغوت، میرن به محکمه های طاغوت. محکمه طاغوت مثلا محکمه فرانسه محکمه طاغوت است، محکمه لندن محکمه طاغوت است، مثلا محکمه جرمنی محکمه طاغوت است، محکمه امریکا محکمه طاغوت است. این مردم ها به این محکمه ها میرن و مردم هم میگه ببینی که و عن طاعته و از طاعت الله و متابعت رسوله، میگه از این هم مردم دور شدن، از طاعت الله و متابعت رسول الله دور شدن الی طاعت کی؟ الی طاعت الطاغوت و متابعه. میگه یا رفتن عوض که طاعت الله را بکنن و متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنن، طاعت کی را میکنن؟ و طاغوت و پیروان طاغوت میکنن. و هؤلاء سیقال علامه ابن قیم جوزی برای ما و شما این نسخه را داد، برای ما کل مرضا را گفت. حال نتیجهش میگه خب حالا چی کنیم؟ آپریشن کنیم، عملیات کنیم؟ میگه هؤلاء نتیجه از این هست که لم یسلکوا طریقا ناجین الفائزین من هذه الامه. میگه یا بر راه کسانی که نجات پیدا میکنن و فوز آخرت پیدا میکنن از این امت، اینا به طریقی از اینا نرفتن، راه خود تغییر دادن. ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان هست. خام این کتاب از علامه ابن قیم جوزی است. اگر میخواین که این موضوع را بفهمین، نام کتاب است اعلام الموقعین عن رب العالمین. این بسیار مشهور کتاب است از ابن قیم جوزی رحمه الله. اعلام الموقعین عن رب العالمین، تألیف محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیه، متوفای 751 هجری قمری. 751 هجری قمری است. تحقیق محمد عبدالسلام ابراهیم در بیروتی کتاب چاپ شده. دارالکتب العلمیه طبع اول در 1411 هجری و 1991 میلادی، جلد اول صفحه 40. من چون مکتبه شامله دارم، اینم از مکتبه شامله گرفتیم. خود کتابش هم از کجا پیدا کردم؟ گفتم که از بیروتی کتاب بخوایم، کتابش نداشتم، لکن در مکتبه شامله هست به نام اعلام الموقعین. در اونجا بازنشسته کرده بود که صفحه جلد 1 صفحه 40. اینا دوستای عزیز، یک کسی برای من زنگ زد که استاد این تواقیت خودت قسمی تفسیر میکنی، دیگه علمای قسمی تفسیر نمیکنن. نه خیر برادر عزیز، برادر محترم، برادر قند و شیرین و چاکلیت نبات، ما نگفتیم. این تعریف علامه ابن قیم جوزی هست. اگر مشکل داری خودت امرای ابن قیم جوزی برو در محکمه. ما فقط همه قدر تانستیم که امی گپای ابن قیم جوزی رو ترجمه بکنم. یک ترجمه ما فقط چی کردیم؟ ترجمه کردیم. اینا تو کت ترجمان غرض نگی، تو برو کت اصل از اونا امرای از او برات گفته هست. یک کتاب دیگه هست به نام الدرر السنیه. الدرر السنیه بازنام مکمل براتون میگم که گفته الدرر السنیه من الاجوبه النجدیه، تألیف علماء نجد الاعلام. ایره علمای نجد میگه چندین عالم ایره چی کردن؟ تألیف کردن. تحقیق عبدالرحمن ابن محمد ابن قاسم در صفحه خواب. این چی میگه؟ در این کتاب آمده است، میگه و حاصله، میگه حاصل سخنی همه میگه به ابن قیم جوزی رو نقل میکنه. باز میگه و حاصله ان الطاغوت ثلاثه و ان الطاغوت ثلاثه انواع. میگه طاغوت که از 3 قسم است. طاغوت و حکم، یکی طاغوت است که در حکم است، حکم میکنه. در مملکت پادشاه هست طاغوت است، رئیس جمهور طاغوت است، صدر اعظم طاغوت است. این طاغوت حکمی را گفته میشه. دوم طاغوت عبادت است که مردم بر از او عبادت میکنن، مردم به عبادت خود چی میکنن؟ و طاغوت طاعه و متابعه. طاغوتی هستن که مردم از اونها طاعت و متابعت میکنن. که طاغوت طاعت و متابعه امی طاغوتای مملکت خود طاغوت کلان حساب میشه و هم اشرف غنی حساب میشه. خیلی براتون بگم اشرف غنی و هم ملاحش، اشرف غنی و ملاحش، کرزی و ملاحش که برازی شورای علمای افغانستان. اینا چی هستن؟ اینا طاغوت چی هستن؟ طاغوت طاعت و متابعه هستن. او میخواست امریکا را میورد یا امریکا او را میورد، امریکا کرزی میاره، باز
این تیشیر جور میکنن، این طاغوت کلان. آل اشرف غنی رو میاره، این طاغوت کلان، و باز این مولوی هایی که بر ازی فتوا میتن به ششتن و اینیا چی هستن؟ یا باز طاغوت مطبوع هستن. و در وقت نجیب و کارمل یا طاغوت ها و وزارت شؤون اسلامی که بر از اینا فتوا داده میتن، استرا محکمه که فتوا میدن، چی هستن؟ اینا طواغیت مطبوع هستن. او طاغوت مطاع کلانش، این طاغوتای مطبوع. و او کسایی دیگه باز مردم میتن بگن منال بر مت سجده کنین چی کنین، و طاغوتکا و باز طاغوتکای معبود هستن. خب این دو نقطه را جبت و طاغوت فهمیدیم. نقطه سومی که در آیت شریف آمده بود که اینا چی میگفتن؟ برای کسایی که دیگه اهل کتاب چی مشکل داشتن، این مشکلات الله میگه شما فکر کنید که این مشکلات شما مبتلا نشین. و یقولون للذین کفروا، برای کافرها میگن که هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. حالا بسیاری کسا را ببینید مثلا وقتی که بیاید در مجلس کسان بشین با زبرت میگه والا استاد در کشور که من هستم، مثلا من در جرمنی هستم یا در امریکا هستم، اونجا قدر انسانیت است، قدر اخلاق است. خب انسانیت و اخلاق و یک پا دیگه یک چیزی که بسیار مهم است، او دشمن الله است. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، در آیت 51 سوره نساء، آیا ندیدی بر کسانی که برشان کتاب داده شده، نصیبی از کتاب داده شدن، یؤمنون بالجبت، یک عیبشان که ایمان به جبت داشتن. جبت شناختیم، اصطلاحات قرآنی را باید بفهمیم و این را باید تشریح بکنیم. و طاغوتی و برای طاغوت، یک سانوال از مدام زندان پرسان میکنن استاد چرا خودت قضیات طاغوت میگی، چرا طاغوت تشریح میکنی؟ من برش گفتم که من من حیث یک استاد مکلفیت دارم به شکل علمی و اکادمیک اصطلاحاتی که در قرآن آمده برای شاگردای خود تشریح بکنم. اگر شما میگین که ما قرآن بر کس تشریح نکن، پس بگوییم که ما بفهمیم که شما با قرآن مشکل دارین. در غیر از او باید اصطلاحات ما بر مردم بگوییم و مردم یاد بگیره. در غیر از او ما خود ما در گناه داخل میشیم. این حاله از دو اصطلاح را فهمیدیم که یکی جبت است و یکی طاغوت است که اهل کتاب به ایمان داشتن. و الله متعال میگه که اگر شما میخواین که حکم الله را تطبیق بکنین و حکم الله را اطاعت بکنین و شما در مرزهای اهل کتاب داخل نشین، از جبت و طاغوت چی کنین؟ دوری بکنین. از ایمان به جبت و طاغوت باید بر ازی کافر شوین. مرا یک کس پرسان میکنه آیا شما کافر هستین؟ میگیم بله، من به جبت و طاغوت کافر است. چرا الله متعال میگه اول باید کافر شوی. به چی کافر شوی؟ فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. ما به طاغوت و ما به جبت و ما با اینا کافر هستیم. فمن یکفر بالطاغوت، بعد از ایمان به الله داریم. این یک کسی که به طاغوت به ایمان داره، بازور اگه کافر بگی باید خفه نشه دیگه. خب تو کافر هستی به الله. مثلا اگر ما کافر هستیم به جبت و طاغوت، ما کافر هستیم به بت قبول نداریم. این کسی که این اصطلاح هست، اصطلاح کدام مشکل نداره. مسلمان ها کافر هستند به طاغوت و کافر هستند به غیر مسلمان ها. کافر هستند به الله را قبول ندارن. یک تعداد کافر هستند به پیغمبر را قبول ندارن. یک تعداد کافر هستند به قرآن را قبول ندارن. از این اصطلاحات است باید انسان این اصطلاحات درست و خفه نشه. اگر یک کسی بگه که شما استاد کافر هستین به طاغوت، بگیم بله من کافر هستم به طاغوت. چرا؟ به خاطر از که الله متعال میگه فمن یکفر بالطاغوت، پس کسی که به طاغوت کافر شد باز میتونه که یؤمن بالله باشه، ایمان به الله بیاره. این اصطلاحات است، باید اصطلاحات ما به شکل درست علمی تحقیقی رسش تحقیق بکنیم و بفهمیم. خب و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. اینو کی گفته؟ علامه اینجا میگه مثلا یکی از علمای اسلام هست و من هیچ وقت کوشش میکنم که از خود نگویم، اگه تا که میتونم از علمای دیگر نقل میکنم که دوستا بفهمن. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. چرا عنهما گفتیم؟ عنهو برای یک نفر میه، عنهما برای دو نفر، یعنی الله راضی باشه از عبدالله که پسر است، از هم الله راضی باشه، و از پدرش که عباس بود. عباس کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، مسلمان شده بود، و عبدالله پسرش هم مسلمان شده بود و یه بسیار مفسر قرآن بود. حالا ما مجبور هستیم به مفسر قرآن در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از او نقل میکنیم.
این قول عبدالله بن عباس از کجا گرفتیم؟ از تفسیر طبری. از تفسیر طبری در امی آیت شریف چی میگه؟ میگه لما قدم کعب بن الاشرف مکه. کعب بن الاشرف یک حبر است، یک عالم یهودی خوبامت چاق چارشانه کلان که امریکایی ها را میگه که پرنده صلح حسین یک طاغوت بود. این حبر کعب بن اشرف از از که زیاد خورده بیخی 4 کنجه شدن. ای کعب بن اشرف این میگه قدیمه آمد مکه و مکه مکرمه. این در کجا زندگی میکرد؟ در مدینه منوره. خب قالت له قریش، میگه قریش برش گفتن، به کی گفتن؟ به می عالم یهودی، انت حبر اهل المدینه و سید، انت حبر اهل المدینه و سیدهم، تو عالم اهل مدینه یعنی عالم یهودی های مدینه و سید و مکلان سردارشان هستی؟ قال نعم. نعم بله. قالوا الا ترى الى هذا السنبور المنبتر من قومه انا لله و انا الیه راجعون فداک ابی و امی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، مادر و پدرم فدای تو باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفتن آیا نمیبینی به طرف این انسان که سنبور اصلا یک چیز اضافی که در درخت خرما پیدا میشه، همین چیز اضافی که حتی اولاد دام نداره و مثلا چطور است ابتر، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه ای از قوم شیرت این قبایل که کافرها بر مسلمان ها ایره میگفتن، الله لعنتشان کنه. یزعم انه خیر منا، این مشرکین قریش دیگه بر از کی میگن؟ به عالم یهودی و کعب بن اشرف میگن. میگه این پیغمبر کسی محمد صلی الله علیه و سلم میگه این کسی گمان میکنه که از ما کده بهتر است و نحن اهل الحجیج، و ما کسایی هستیم که برای حاجی ها خدمت میکنیم. کسایی که بیت الله شریف وقت میامد مشرکین برشان چی میکردن؟ خدمت میکردن. ما برای حاجی ها خدمت میکنیم و اهل السدانه و اهل السقایه، میگه ما کسایی هستیم که کلید کعبه پیش ما هست و ما برای مردم غذا میتیم، ما برای حاجی ها آب میتیم. آل خودت من ایس عالم اهل کتاب که تورات خواندی، تورات در کمرش بزنه. تو چی میگی در این راستا؟ این خبیث چی میگه؟ گفت انتم خیر منه، شما مشرکین بت پرست از رسول الله صلی الله علیه و سلم کده خوبتر هستین. الا لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله سر علمایی که به نام عالم کفر میگن. اینی رو میگن طاغوت مطبوعین. از فتوای این طاغوت مطبوع مشرکین قریش استفاده کردن. خب قال عبدالله بن عباس رضی الله عنهما میگه فانزلت، میگه این آیت نازل شد ان شانئک هو الابتر، یقینا که دشمن تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم او دنبوریده هست که خبرش قطع میشه. و انزلت، و این آیت هم نازل شد که الم تر الى الذين اوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت و الى فلن تجد له نصیرا، تا آخر میگه این آیت نازل شد که یعنی آیت قرآن نازل شده هست، این شان نزولش است که چی گفته؟ و یقولون للذین کفروا، امی اهل کتابی که به بت‌ها و به طاغوت‌ها باور دارن، بازی خودش کافر است دیگه، خودش کافر است. بازی ها چی میگن؟ للذین کفروا، برای کسای کافر شدن میگن هؤلاء، اینمی کافرای شما این مشرکا اهدا، خوب هدایت شده هستن من الذین آمنوا، نسبت به مؤمنان. میگه از مؤمنان کده هدایت شما خوب است، شما بت پرستا خوب هستین، راه شما بسیار خوب است. هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. این دیدین که ملاهای طاغوتی یعنی ملعون لعنتی عالمی که خدا عالم دین میگرفت و حبر میگرفت، این طاغوت چه قسم فتوا میتن. خواه این بود چی هست. هشتم مشکل اهل کتاب چی است؟ که با این اعتقاد به جبت و طاغوت، با این که
مثلا مسلمان کافرها و مشرکین نسبت به مسلمان ها برتریت میته، حالش اینا که قسم کردن جزایشان چی است؟ الله متعال میگه اولئک الذین لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. امی گروه مردم، امی اهل کتاب که پیروی از طاغوت میکنن و خود علمای اهل کتاب میگیرن میگن کتاب آسمانی داریم و دیندار هستیم، لکن به بت پرستی و طاغوت پرستی و به این چیزها باور دارن، اولئک الذین، اینا کسانی هستند که لعنهم الله بالا از اینا لعنت کرده، و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. و هر کسی را که الله لعنت کرده باشه فلن تجد له نصیرا، باز بر از اون نصرت کننده پیدا نمیکنی، اما تو در قبر ذلیل میشه، دنیا و آخرتش ذلیل میشه. باز شما قصه مرگ از این خبیثه باز میشه. شما در کتابای سیرت بخوانیم، اگر الله توفیق بده انشاءالله درس سیرت شروع کنیم، باز میفهمیم که این خبیث چه قسم مردار شده. پس کسایی که کار میکنن به لعنت الله مبتلا هست. نهمین نقطه که در این راستا ما و شما باید بفهمیم او چی هست؟ اوی هست که یهودیا ادعای مالکیت و تصرف میکنن و صفات ربوبیت میخوانن، مثل که بعضی مسلمان ها همین مشکلات پیدا کردن، مثلا مصر فلانی نگاه میکنه و کابل فلانی نگاه میکنن. بعضی کسا بودن که حتی میگفتن که اینال یهودی ها چی میگفتن؟ ادعای مالکیت میکردن. الله متعال میگه ام لهم نصیب من الملک، آیا اینا چیزی از مالکیت و تصرف کائنات الله را که الله حکم تکوینیش بالای از کائنات هست، آیا اینا در هیچ کدام چیز مالکیت و تصرف دارن؟ اگر اینا می داشتن فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، میگه اینا باز بر مردم به اندازه نقیر هم چیز نمیدادن. نقیر چی است؟ نقیر میگن امو نقطه‌ک یا امو خطکی که در شکم چی است؟ در شکم خسته خرما هست، همون یک خطک است. میگه به اندازه امو خطک برای کسی اینا چیز نمیدادن، نه قدر بخیل بودن. اینا هیچ صلاحیت این کائنات الله ندارن. دهمی صفت از اینا چی بود؟ آنان بر نبوت، قدرت سیاسی و خلافت رسول الله صلی الله علیه و سلم حسادت میکردن. حالا خلافت از کی گرفته شد؟ از بنی اسرائیل گرفته شد و بنی اسماعیل انتقال شد، یا فهمیدن که خلافت از ما گرفته شده که ما صلاحیت خلافت نداریم که در زمین الله باشیم. بنی اسرائیل ختم. پس اینا حسادت شروع کردن. چرا از عرب پیغمبر است؟ چرا از بنی اسرائیل نیست؟ چرا اینا باید برشان کتاب آسمانی داده شوند؟ خب این کار الله هست، برای هر کس که داد چی مشکل داره؟ اینا الله متعال میگه ام یحسدون الناس، آیا اینا حسادت میکنن به امرای مردم علی ما آتاهم الله من فضله، به آن چیزی که الله به فضیلتش برای از اینا داده. اینا حسادت میکنن سر رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش که چرا بر از اینا داده شده؟ الله متعال میگه فقط آتینا، میگه یقینا ما دادیم آل ابراهیم و آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما، بر از اونها هم داده بودیم، او هم به تصرف ما بود، به قدرت ما بود. به ابراهیم علیه السلام دادیم، برای اولادش دادیم، و آل مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه هستن، بر از اینا هم. چی مشکلی داره؟ 11 مشکلشان این بود که اونا مانع نشر یا اقامه خلافت الهی، خلافت اسلامی، و مخالف تحکیم یا حکم نمودن کتاب آسمانی می شدن. فمنهم من آمنه، الله متعال میگه بعضشان ایمان آوردن، و آمنه بهی، به می قرآن ایمان آوردن، و منهم من صد عنه، و یک تعداد از اینا مانع تطبیق شریعت الله در زمین الله گشتن. و کفا بجهنم سعیرا، و بر از اینا میگه دو آتش
در دهنده جهنم کافی است. جزایشان 12مش نتیجه این همه کفر و گمراهی چی است؟ مستحق شدن سخت‌ترین عذاب. ان الذين كفروا بآياتنا، الله متعال میگه عالی نتیجه است. کسایی کافر شدن با آیات ما، سوف نسلیهم نارا، کافرها را میگه ما در دوزخ داخل میکنیم. کلما نضجت جلودهم، هر وقتی که همین پوست های از اینا پخته شوه، چون این پوست وقتی که سوخت باز احساس درد چی میشه؟ کم میشه دیگه. الله متعال میگه هر وقتی که پوست از اینا خوب پخته شد و از بین رفت دیگه، حالا چی است؟ بدلناهم جلودا غیرها، الله میگه ایواز از این پوستای نو برشان خلق میکنیم. چرا؟ لام تعلیل است. میگه به این علت لیذوق العذاب، تا که خوب عذاب بچشن. به این آیت قرآن یک دکتر مسلمان شده بود، یک دکتر کافر به این آیت قرآن مسلمان شده بود که خوانده بود. او را پرسان کردن که چطور مسلمان شدیم؟ گفت به خاطر اینکه که ما در قرن 20 از نگاه طبی تحقیق کردیم، بعد از تحقیقات علمی و تکنولوژی به این نتیجه رسیدیم که درد اصلا در پوست است. وقتی که سوزن شما در پوست میمونین درد میکنه، از این پوست که نوک سوزن تیر شد دیگه باز درد نیست، چون کل احساس درد در پوست است. از این خاطر الله متعال میگه که وقتی پوستای از این از بین برن دیگه احساس درد نمیکنن. الله متعال ایگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این موضوع بسیار قوی علمی را رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمید؟ نه خیر. پس این از کجا؟ این کلام الله است. الله که رب العالمین است، بر از او آخر روز قیامت مثل که قبل از این علم اول آخر برش یکسان هست. این الله متعال میگه باز اینا را پوستایشون تبدیل میکنیم لیذوق العذاب ان الله کان عزیزا حکیما، یقینا که الله سبحانه و تعالی ذات با عزت یعنی عزتدار غالب هست. عزیز چی معنی؟ ذاتی که عزت داره و غالب هست. حکیما یعنی ذاتی که حاکم است، تعیین کننده احکام هست و قضاوت و فیصله میکنه، لکن امید احکامش و قضاوتش حکیمانه با حکمت است. این سه معنا به حکیم است. الحکیم یعنی حاکم است، تعیین میکنه حلال حرام، جایز ناجایز، حق باطل، الله تعیین میکنه. حاکم است، قضاوت میکنه، فیصله میکنه، هم در دنیا هم در آخرت. و حکیم است با حکمت است. حاکم حکم کننده، قضاوت کننده و با اتقان و با حکمت. 13 نتیجه ایمان جنت و سایر نعمت هاست. این میگه که اگر کس باز ایمان داشته باشه نتیجه چی هسته؟ حالا نتایج بیان میکنه دیگه. میگه والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و اعمال صالحه کردن، سندخلهم جنات، اینا رو داخل میکنیم در باغ ها و قصر هایی که تجری جاری میباشه من تحتها، از زیر امی باغ ها و قصر ها الانهار و جویبارها، خالدین فیها، همیشه در اینجا میباشن، ابدا، خالدین دائمی میباشن، ابدا برای ابد و ابد. لهم فیها ازواج مطهره، برای زنا همسرای پاک است. و ندخلهم ظلا ظلیلا، و اینا را داخل میکنیم در یک سایه بسیار با عزت و گسترده. الله متعال در نتیجه از این بحث چی میگه؟ میگه برای اقامت نظام خلافت اسلامی به جای نظام های طاغوتی و جاهلیت مکلف هستن مسلمان ها که اینی احکام تطبیق بکنن. حکم اول چی رو باید تطبیق بکنن؟ ان الله امانتداری و عدالت. شما که میخواین نظام الله را تطبیق بکنین باید امانتدار باشین و عادل باشین، عدالت بکنین. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الله شما را امر میکنن که ادا بکنین امانت ها را به اهلش. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، و وقتی که حکم کردین، حکومت جور کردین، نظام خلافت جور کردین، چه قسم حکم میکنین؟ بین الناس، بین مردم، ان تحکموا بالعدل، اینجا حکومت میکنین با عدالت. کسایی که میگن که در اسلام سیاست نیست به این آیت قرآن کافر شدن. کسایی که میگن
که در اسلام سیاست نیست. به این آیت قرآن کافر شدن. یگان تا استادا هستن تفسیر که درس میدن بازم تو با یک چی میخوان، یگان دفعه سر ما هم تاثیر میکنن، یگان دفعه میایه. خب پس کسایی که میگن در اسلام نظام سیاسی نیست، وقتی ما میگیم نظام سیاسی هست، ولی نظام سیاسی اسلام است، نظام اقتصادی اسلام است، نظام قضایی اسلام است، نظام جهادی اسلام است، نظام دعوتی اسلام است، نظام عبادات در اسلام تقریبا 12 ما حساب گرفتیم 12 تا شده والله اعلم. یعنی در قرآن کسایی که این نظام ها کلشان هستن. اینال الله متعال میگه و اذا حکمتم بین الناس. اینجا حکمتم بین الناس چی معنی؟ یعنی وقتی که حکم کردین، حکومت کردین بین الناس، در بین مردم، ان تحکم، حکم شما، حکومت شما باید به چی باشه؟ عادلانه باشه. چی حکم قضایی از در محکمه و چی حکم است در قوای اجرایه در وزارت ها و در اینجا و چی حکمی که امو کلان خلیفه مسلمان ها میکنه. ان الله نعم ما یعظکم به. الله با بسیار خوبی شما را به این چیز توصیه میکنه. ان الله کان سمیعا بصیرا. الله بسیار سمیع هست، میشنوه. اما تو سمعی داره که به جلال و عظمت شایسته هست. حتی قلب انسان که دک دک میکنه، به اردو را درکن میگن، از اون دک دک های قلب هم الله متعال با خبر هستن، میشنوه. بصیرا هم چیزی که ما و شما دیده نمیتونیم. مثلا میکروسکوپ پسان لوی پاستور جور کرد، میکروب پسان کشف شد وقتی که لوی پاستور میکروسکوپ جور کرد. پیش از اون همین مخلوقات میکروسکوپی که در زیر میکروسکوپ نمیره کی خلق کرده؟ ذاتی که سمیع و بصیر است. اون مخلوقات کوچک کوچک کل از با صفت بصر خود که به جلال و عظمت شایسته است که کل از اونها را الله میفرماید به مو شکل مخلوقات خلق کرده. از این خاطر وقتی از لوی پاستور ما خواندم در یکی از کتاب‌ها میگه وقتی پرسان شد که خودت بعد از کشف کردن همین میکروب ها، وقتی که میکروسکوپ جور کردی و این میکروب ها را کشف کردی، دیگه ایمانت به الله چطور شد؟ به خالق متعال میگه ایمان ما به الله 100 چندان شد، 100 چندان، 100%. چی خالق با عظمت است، چی مخلوقاتی که بشریت تا قرن 20 هیچ از این مخلوقات خبر نبودن که چیزی هم به نام میکروب و ویروس است. ولی الله متعال اونا تولد دارن، تکاثر دارن، تناسل دارن. این کل چیزایی هست که در بیولوژی باز میخوانده. و حکم دوم چی است که اطاعت از الله و رسولش. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اطیعوا الله، اطاعت از الله بکنین، قرآن عظیم شان اطاعت بکنین. و وحی الله را، وحی الله دو قسم است. اطاعت الله با وحیش میشه، وحی خفی، وحی جلی قرآن، و وحی خفی احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم. و اطیعوا الرسول، و از رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت بکنین. و اولی الامر منکم، و از اولیای امور که در رأس شما در رهبریت هستن، به شرطی که منکم از شما باشن. یعنی منکم یعنی از بین شما مسلمان ها باشه، به قرآن و سنت ایمان داشته باشن و به قرآن و سنت حکمش تطبیق بکنن، به او اطاعت بکنین. اما کسی که قرآن و سنت چی نمیکنه، ببین اینجا گفته اطیعوا الله، اطیعوا گفته اطاعت کنین از الله، و اطیعوا الرسول، و اطاعت از رسول بکنین. سعی کنین اینجا در آیت نگفته و اطیعوا اولی الامر منکم، گفته و اولی الامر منکم. یعنی شما از اولی الامر، از بزرگایتان، از رهبریت چه وقت اطاعت میکنین؟ وقتی که خود از او اطاعت از الله و رسول میکنه. این یکیش. دوم منکم، از منکم چی میفهمیم؟ ما باید از کلمه قرآن، از حرف قرآن درس بگیریم. اینجا گفتم منکم از جمله شما باشه، یعنی مسلمان باشه، نه کافر. از خودتان مسلمان باشه. این به این هست. فان تنازعتم فی شیء، اگر در یک موضوع سیاسی اگر مثلا منازعه پیدا شد، چی موضوع سیاسی باشه یا موضوع اقتصادی باشه که اقتصاد مملکت باید به چی سیستم پیش بره، یا مثلا موضوع سیاسی باشه که مثلا چه قسم کلان بزرگ وزرات چه قسم باشن و مثلا یا دیگه موضوعات اجتماعی باشن، میگه در هر موضوعی که شما منازعه کردین فردوه الی الله و الرسول، شما او را برگردانید به الله و رسول. ببینید که الله چی میگه و رسولش چی میگه. کلش در قرآن هست، بیان هست، حلال حرام، جایز ناجایز، خوب زشت، کل از اینا در قرآن ذکر است. یعنی اساسات بر انسان بیان میکنن. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما دروغگوی نیستین، راستگو هستین،
اگر واقعا شما اینجا شرط است، به شرطی که شما به الله و روز قیامت ایمان داشته باشین، اطاعت از الله را میکنین، اطاعت رسول را میکنین، اطاعت امیر و رهبر میکنین، به شرطی که خود از او اطاعت الله و رسول بکنه و به شرطی که خود از او مسلمان باشه، منکم باشه. و دیگه شما در منازعاتتان اگر مؤمن هستین، در اختلافاتتان نرین مثلا جانکیری و گپا را از امریکا نبیارین که در بین شما فیصله بکنه. اینا رو شما چی کنین؟ به قرآن و سنت مراجعه بکنین اگر مسلمان هستین. باز اگر تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگر به الله و روز قیامت ایمان دارین، همین کارا بکنین. اگر نیک ندارین، باز تو میفهمی و نمو دوستای ذلك خیر و احسن تأویلا، و این بسیار خیر است و احسن تأویلا، و این بسیار سخن عاقبت بسیار خوب داره. این تا این قسمت بحث ما و شما خلاص شد. باز بحث دیگه شروع میشه، او رو باز ما و شما ان شاء الله در آینده میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.